من تنها برای شما دو مثال میارم. چیزی که با شده از سر گذشت سالهای 90 جنگ شهروندی در ناحیه روشان ولایت مختار کوهستانی بدخشان، وقتی من از شهرباغ آمدم به نزد مردم مرکزی ناحیه روان بودم. مخالفان بودن، در همه جا بودن. ماشین ما را احاطه کردن، در اون تریزه دیگر چیزها زده شکستن. خواستم من گردم، گفتم نه، من نزد مردم از راه نمیگردم، میرم. بیایید گپا داره، سوال داره، در هم ملاقات من با شما صحبت. وقتی که ملاقات کردم بعد یک چند ساعت هزارها نفر بودن مردم، زن و مرد. وقتی برگشتم که به چرخباغ باز سفرم ادامه دادم، از سه طرف راه با ما آتش کشیدند. پلیمیات، автомат، دیگر جای رفتن نیست. همین را دیده بانوا زنهای همین ناحیه مرکزی که در جمع آمد بودند، همه یک جایه دست خالی رفته همین جنایتکاران را یراق اسلحه‌شان را گرفته پیش راه شدند. من گذشته رفتم. در سال جنگ های شدید شهروندی از یک خانه، از یک عائله، یک مادر تاجیک 4 نفر فرزندش به هلاکت رسید. 4 نفر از ناحیه فرخار از شهر دوشنبه بودند. بسیار جنگ های شدید بودند. و پدر و مادر از ناحیه فرخار که جسد را بردن، پدرش گفت که مادرش خب فرزندام است، اگر این کار سوداگری نمی کردن حالا ما در همین خانه ما زنده نبودیم، ما خودمان میریم هم به جای فرزندامان وطنمان محافظت میکنیم. یعنی مادر هم به واسه خودش و چنین فرزندا را تربیت کرده است که برای برقرار کردن حاکمیت که انسانی جانبازی ها کرد.